بخش 16 از رمان چراغ‌ها را من خاموش می‌کنم. سایه‌ای از پیچ خیابان پیدا شد. از جا پریدم. هوا تاریک روشن بود و درست نمی‌دیدم. حتما یکی از بچه‌ها بود. حتما نگران شده بودند. راه افتادم. بعد تقریباً دویدم. بعد ایستادم. خانم سیمونیان هم ایستاد. پیراهن یقه بسته سفید پوشیده بود با شلوار سیاه. عین نوه‌اش همان روز عصر. با کفش‌های پاشنه تخت قدش کوتاه‌تر از همیشه بود. چند لحظه بی حرکت ماند. بعد در همان مسیری که میرفت دوباره راه افتاد. بدون اینکه نگاهم کند گفت: پس شما هم پیاده روی دوست دارید؟ سوال نمی کرد. مانده بودم چه کنم، همراهش بروم یا نروم، که ایستاد و چرخید. داشتید برمیگشتید خانه. باز سوال نمی کرد. چند دقیقه با هم قدم بزنیم؟ این بار داشت سوال می کرد با تهرنگی از خواهش. کنارش راه افتادم و از این که توی دلم گفته بودم زنکه خودخواه متوقع خجالت کشیدم. صدایش جوری بود که دلم سوخت. تا میدان ساکت رفتیم. همسایه‌ام رفت طرف نیمکتی که چند دقیقه پیش رویش نشسته بودم. چند لحظه اینجا بنشینیم؟ خسته شدم. خیلی راحت نشست. نیمکت برایش بلند بود، اما جست نزد، نپرید. آرام خودش را بالا کشید و نشست. فکر کردم یک عمر تمرین کرده. فقط برای نشستن یک عمر تمرین کرده. هوا تاریک شده بود و دم داشت. باد نمی آمد. از نهر صدای گورگور یک بند قورباغه ها را می شنیدم و شلاپ آب وقتی که یکی جست می زد. دستم را بو کردم. هنوز بوی اوکالیپتوس می داد. دوچرخه سواری میدان را دور زد. جعبه بزرگی وصل بود به دوچرخه. حاجی بود، یا به قول بچه‌ها نونی، پیرمردی که صبح‌ها و عصرها توی محله‌های شرکت نفت نان لواش می‌فروخت. حتما داشت برمیگشت خانه. تا احمدآباد، تا کوچه تنگ و پرخاک و خل خانه‌اش 1 ساعت بیشتر باید پا می‌زد. چند سال پیش که پسرش توی شط غرق شد، رفتم دیدن زنش که حاجی میگفت از غصه داره دق میکنه. مادر و آلیس که فهمیدند رفتم دیدن زن حاجی گفتند دیوانه‌ای. آرتوش گفت کار خوبی کردی. 40 پسر نشده زن حاجی خودش را آتش زد و مرد و حاجی 2 ماه بعد زن گرفت. مادر و آلیس گفتند برای حاجی چشم روشنی نمیبری؟ و خندیدند. آرتوش فقط سر تکان داد و من دیگر از حاجی نان لواش نخریدم. خانم سیمونیان گفت چه شهر مرده‌ای؟ فکر کردم همین حالا گال مهمانی پنجشنبه را بکنم. گفتم خانواده‌ای که قبل از شما ساکن G4 بودند دیروز منزل ما دیدید؟ قرار شده نگذاشت حرفم تمام شود. سر چرخاند طرفم و خیلی شمرده گفت دیدمشان. حتما میخواهند پسرم را دعوت کنند. چون میخواهند پسرم را دعوت کنند، من و امیلی را هم دعوت کرده اند. و شما هم حتما دعوت دارید، نه؟ یا شاید هم مهمانی را انداختند گردن شما. و پوزخند زد. نفسم را تو دادم. باد گرمی آمد و از خرزهره پشت سر چند تا گل سفید افتاد زمین. در نور کم چراغ‌های پای فلزی چشم دوختم به درخت‌های بی‌آر که میدان را دور می‌زدند. از کجا فهمید؟ دست گذاشت روی زانویم. کلاریس، از تو خوشم میاد. اولین بار بود تو خطابم میکرد. با زنهای دیگر فرق داری.
به چیزهایی توجه می‌کنی که دیگران توجه نمی‌کنند. چیزهایی برایت مهم است که برای زنهای دیگر مهم نیست. درست مثل خودم، مثل جوانی‌هایم شاید. اینکه درست مثل خانم سیمونیان باشم آخرین فکری بود که امکان داشت به ذهنم خطور کند و آخرین آرزویی که ممکن بود داشته باشم. چرا این چند روزه همه فکر می‌کردند شبیه کسی هستم؟ نینا میگفت شبیه ویولت و حالا دستش را از روی زانویم برداشت. از این شهر خوشم نمی آید. سال هاست از هیچ شهری خوشم نمی آید. به خاطر امیل و امیلی تحمل می کنم. ساکت شد. فکر کردم لفظ قلم حرف نمی زند. خیره شده بود به منبع آب. از وقتی که خودم را شناختم فقط تحمل کردم. اول برای پدرم، بعد شوهرم، حالا پسر و نوه‌ام. هیچ وقت کاری را که دوست داشتم بکنم نکردم. انگار با خودش حرف می‌زد. خیره شدم به منبع آب که روی ستونهای فلزی مثل گولی بزرگ از خیلی بالا به ما دو زن نگاه می‌کرد. باز پوزخند زد. تعجب می‌کنی؟ تو هم مثل همه گمان می‌کنی در زندگی هر چه خواستم کرده‌ام و داشته‌ام؟ خودش را از روی نیمکت پایین کشید و ایستاد. بیا، می‌خواهم بقیه عکس‌ها را نشانت بدهم. و راه افتاد. نه به شام بچه‌ها فکر کردم، نه به نینا، نه به مادر و آلیس. حوصله هیچ کس را نداشتم. میخواستم کاری را بکنم که دوست داشتم بکنم. میخواستم عکس‌ها را ببینم. در فلزی G4 باز بود. از حیاط گذشتیم. باغچه طرف راست پر از علف هرز بود. خاک باغچه دست چپ تازه زیر و رو شده بود. فکر کردم خودش علف‌ها رو کنده، خاک رو خودش زیر رو کرده. خانه تاریک بود و ساکت. خانم سیمونیان رفت طرف اتاق خوابها. کنار مجسمه فیل خرطوم شکسته ایستاد و دست کشید به سر فیل. گانش، خدای خوشبختی و ثروت هندوهاست. دست کشید به خرطوم شکسته. میبینی؟ این بیچاره هم از دست من طاقتش تاق شد. در اتاق خوابش را باز کرد. امیلی منزل شماست. امیل رفته دنبالش. حتما ماندگار شده. دخترک موبور هم هست؟ بنشین روی تخت. نشستم روی تخت و گفتم نیست. آلبوم سنگینی از زیر تخت بیرون کشید. جلد آلبوم از چرم قرمز بود با کنده‌کاری طلایی و نگین‌های فیروزه. شبیهش را تا آن روز ندیده بودم. بازش کرد و زیر لب گفت پیدایش می شود. حتما پیدایش می شود. و چند دقیقه حرف نزد. به اتاق کم نور و کم اساس نگاه کردم که صاحبش انگار همان روز آمده و هنوز فرصت نکرده اسباب بچیند یا همه چیز را جمع کرده که فردا برود. خانم سیمونیان عکسی داد دستم. مرد جوانی با کت و شلوار سفید وسط راه پله عریضی ایستاده بود. یک پایش روی پله بالاتر. راه پله نرده سنگی داشت و روی نرده جا به جا گلدانهای پرگل بود. مرد جوان رو به دوربین لبخند میزد. رنگ چشمهایش انگار روشن بود. خانم سیمونیان گفت ورودی خانمون بود در اصفهان. همان خانه‌ای که مادرت گفت حیف شد فروختن. نیشخند زد. از همه جایش متنفر بودم. از باغ بزرگ، از اتاقهای سقف بلند، از راهروهای کفچوبی، از تک تک اسباب و اساس گران قیمت. پدرم می گفت دیگر چه می خواهی؟ تا سالها نمی دانستم چه می خواهم.
و وقتی که فهمیدم و خواستم گفت نه. عکس دیگری گرفت طرفم. همان مرد جوان پشت میزی پر از کتاب و کاغذ، قلمی در یک دست و دست دیگر زیر چانه به دوربین نگاه میکرد. موهایش چسبیده بود به سر و کت و جلیقه‌ای راه راه پوشیده بود. داشتم فکر میکردم شبیه کت شلوار را تن آقای داوتیان دیدم که همسایه‌ام عکس سوم را داد دستم. این بار مرد جوان پیراهن سفید یقه باز و گشاد به تن داشت، مثل پیراهن‌های روسی. موها ریخته بود تا شانه و ریش تنکی داشت. دست به کمر کنار صندلی پشت بلندی ایستاده بود و باز خیره به دوربین نگاه می‌کرد. روی صندلی دختر جوانی نشسته بود با موهای جمع بالای سر. لباس دختر یقه بسته و تیره بود و چند رج مروارید کوتاه و بلند به گردن داشت. از زانو به پایین دختر توی عکس معلوم نبود و رنگ چشمهای مرد حتما روشن بود. دختر عکس 50-60 سال بعد چشمها را بست. پدرم گفت شاعر به درد زندگی نمیخوره. گفت به خاطر ثروتم میخواهد با من ازدواج کند. گفت کسی عاشق دختر کوتوله نمیشه. ولی شوهرم و پدرم عاشق شدند، عاشق ثروت همدیگر. پدرم گفت اگر زنش نشوم. چشمها را باز کرد و خم شد. عکس را از دستم گرفت. این عکس را بی اجازه پدرم گرفتیم در عکاسخانه تونی هوانس در جلفا. تونی قول داد به پدرم نگوید و نگفت. مرد خوبی بود. به عکس خیره شد و لبها را به هم فشرد. چروکهای دور لب بیشتر شدند. از حیاط صدای قورباغه ها می آمد. خواستم بپرسم و بعد که نگاهم کرد و لبخند زد. و بعد آلبوم را باز کرد و ورق زد و صفحه‌ای را نشانم داد. خودش بود و مرد جوان نشسته روی نیمکتی فلزی پشت به برج ایفل. در عکس بعدی خودش بود و مرد جوان سوار درشکه 2 نفره کوچکی که مردی سیاه چرده و لنگ به کمر بسته می‌کشید. و عکس بعدی خودش بود با مرد جوان پشت میز کافه‌ای در پیادرو خیابانی شلوغ. حرفها را میشنیدم و به عکس‌ها نگاه میکردم. همه جا دنبالم آمد. هندوستان، انگلستان، فرانسه، دوباره هندوستان. شوهرم که مرد فکر کردم آزاد شدم. فکر کردم با هم ازدواج میکنیم. فکر کردم خوشبخت ترین زن دنیا هستم. دست کشید به عکس‌ها، بعد آرام ورق زد. رسید به صفحه آخر با عکسی خیلی بزرگ. عکس قبری بود در قبرستانی با درخت‌های تنومند. المیرا سیمونیان با لباس و کلاه و تور سیاه کنار قبر ایستاده بود. دست در دست پسرکی با کت و شلوار و کراوات سیاه. صدای خانم سیمونیان انگار از خیلی دور آمد. چند ماه بعد خودش هم رفت. پاریس بودیم. در پرلاشز دفنش کردم. ساکت شد. تکیه داد به کلگی تخت و خیره شد به سقف. حس کردم توی اتاق نیست. نزدیک برج ایفل بود شاید، یا در کوچه پس کوچه های بمبئی، یا در کافه‌ای در انگلستان، شاید هم در قبرستان پرلاشز با درخت‌های تنومند. آلبوم را بستم و عکسی را برداشتم که در عکاسخانه گرفته بودند. نگاه دختر عکس سرد بود. مرد جوان انگار عصبانی بود و چشمهایش سبز بود یا شاید آبی. پرسیدم چشمهایش آبی بود؟ دست کشید به پیشانی. بعد عکس را از دستم گرفت و
با بقیه عکس‌ها گذاشت لای آلبوم و از جا بلند شد. بی حرف تا در حیاط با هم رفتیم. در فلزی باز بود. ایستاد و بازویم را گرفت. ببخش، دلتنگ بودم. شب بخیر. تا راه افتادم صدایم کرد. برگشتم. همقد در فلزی بود. توی تاریکی صورتش را نمی دیدم. صدایش باز انگار از خیلی دور آمد. سبز بود، هم رنگ چشمهای پسرش. توی خیابان تنها ماندم. رنگ شمشادها و درختهای بیار به سیاهی میزد. شب‌پره‌ها دور چراغ‌ها میچرخیدند و بوی گاز پالایشگاه میآمد. در خانه را باز کردم و رفتم تو. همه جا ساکت بود. خم شدم. طله‌سری را که افتاده بود کنار میز تلفن برداشتم. مال آرمینه بود یا مال آرسینه؟ نفهمیدم. چطور میشد طله‌سری یکی از 2 نفری را تشخیص داد که حتی مدادهایشان یک اندازه تراشیده میشد و جای گازهای ته مدادها هم شبیه هم بود؟ زیر میز تلفن سنجاق سر نگینداری برق زد. مال کی بود؟ تشخیص این یکی مشکل نبود. دخترک موبور. رفتم به آشپزخانه و فکر کردم امیل کی آمده دنبال امیلی؟ کی برگشتند خانه؟ چطور متوجه نشدم؟ نینا و صوفی کی رفتند؟ بچه‌ها شام چی خوردند؟ چه مدت خانه نبودم؟ خیره شدم به گل نخودی‌های روی هره. هنوز گیج حرف‌ها بودم و عکس‌ها. روی میز پر بود از ظرف و لیوان نشسته. پیشبند بستم و شروع کردم به شستن ظرف‌ها. از پشت سر صدای پا آمد. به شستن ادامه دادم. آرتوش گفت پیش خانم سیمونیان بودی؟ ته‌مانده املت گوجه فرنگی را از بشقاب خالی کردم توی سطل زباله. از کجا فهمیده بود؟ جواب فکرم را داد. امیل آمد دنبالت. نمی دیدم اما می توانستم مجسمش کنم. تکیه داده به چارچوب در با ریشبازی ور می رفت و دست دیگرش حتما توی جیب شلوار بود. وقتایی که می دانست دلگیرم و می خواست سر و ته قضیه را هم بیاورد همین کار را می کرد. هیچ وقت نمی پرسید چرا ناراحتی. شاید دلگیریم اصلا ربطی به خودش نداشت مثل همین امشب، ولی هیچ وقت نمی پرسید. پودر ظرفشویی را مالیدم به بشقاب و فکر کردم امیل آمده دنبالم و نه شوهرم. پایه صندلی کشیده شد روی زمین. آلیس و مادرت نمیدونم باز سر چی دعوا کردن و زود رفتن. نینا برای بچه‌ها املت درست کرد. بردم رساندمشون. ماشین باز نمیدونم چی مرگش شده بود. به زور روشن شد. بشقاب را گرفتم زیر شیر آب و روی ظرف استوانه‌ای خواندم پودر ظرفشویی نورمن، مناسب برای شستن ظرف، موزاییک، دستشویی و حمام. زیر نوشته عکس خندانی بود از نورمن ویزدام با کلاه کپی. آمدم بگویم آسمان ریسمان نباف، از دست تو دلگیر نیستم، اصلا دلگیر نیستم، که گفت آرمن غذا نخورد، ایشی پیدا نشد. آرسینه گریه کرد. پیشبند را باز کردم. آرتوش چیزی را روی میز عقب جلو می برد. جا شکری بود یا نمکدان. می دانستم دارد دنبال جمله بعدی می گردد. احتمالاً می پرسید فردا چی می پزی؟ وقتی که پرسید خانم سیمونیان حالش خوب بود زدم زیر خنده. بعد برگشتم نگاهش کردم و شمرده گفتم ایشی تقریباً هر شب گم میشه. آرمن این چند روزه غذا نمیخوره چون عاشق شده. من حالم خوب نیست ولی ربطی به تو نداره. خانم سیمونیان حالش خوب بود که حتماً برات جالب نیست. چند لحظه به جا شکری نگاه کرد، بعد به من. صندلی را عقب زد، ایستاد و از آشپزخانه بیرون رفت. جا شکری روی میز دمر شده بود. بغضم گرفت. برگشتم طرف ظرفشویی. نورمن ویزدام هنوز میخندید.
آرمن و آرتوش با هم از خانه بیرون رفتند. هیچ کدام خداحافظی نکردند. توی راهرو روبان دم موشی‌های دوقلوها را یکی یکی محکم کردم و گفتم خداحافظ. آرمینه خوراکی زنگ تفریح را گذاشت توی کیف مدرسه و زیپ را کشید. نمیایی تا دم در؟ گونه‌اش را بوسیدم و سر تکان دادم که نه. آرسینه گفت خستی؟ گونه‌اش را بوسیدم و سر تکان دادم که آره. آرمینه پشت دری را پس زد. باز مه شده. به حیاط نگاه کردم. وقتهایی که مه غلیظی بود دوقلوها می ترسیدند از حیاط بگذرند. به رویشان نمی آوردم که می دانم می ترسند. دستشان را می گرفتم. از حیاط می گذشتیم و می خواندیم ما در ابرها پرواز می کنیم. پشت دری را مرتب کردم. امروز دوتایی توی ابرها پرواز کنید خب؟ به هم نگاه کردند بعد به من. نگاهشان غمگین بود و برق همیشه را نداشت. از این طرف پشت دری نگاهشان کردم که دست در دست تا وسطهای راهباری که رفتند بعد توی مه انگار غیب شدند. در فلزی دیده نمیشد. تاب و بید و قسمتی از چمن شبیه نقاشی آبرنگ بود. سبک و محو. فکر کردم چرا مثل هر روز همراه بچه‌هایم نرفتم تا ایستگاه اتوبوس؟ چرا نگرانشان کردم؟ من کلافه و بدحالم. بچه‌ها چه گناهی کردند؟ ور دلسوز گفت تو هم آدمی، تو هم حق داری بی‌حوصله باشی، تو هم. تلفن زنگ زد. خانم نوراللهی گفت اگه وقت داشته باشید امروز صبح خدمت برسم. وسط این همه ماجرا همین یکی کم بود. دنبال بهانه گشتم. سر کار نیستید؟ گفت از رئیسم مرخصی گرفتم. رئیس خوش اخلاقی دارم. میشناسیدش که؟ و از شوخی خودش خندید. فکر کردم خدا را شکر رئیست اقلن با یکی خوش اخلاق هست. از بعد از دمر کردن جاشکری رئیسش یک کلمه هم حرف نزده بود. دنبال بهانه دیگری گشتم. امروز میخواستم برم شهر که گفت چه خوب من هم خرید دارم. ساعت 10 توی میلک بار همدیگر را میبینیم. تا آمدم دنبال بهانه دیگری بگردم با 3 جمله طولانی تشکر کرد و با یک کلمه خداحافظی و گوشی را گذاشت. تا ساعت 10 خیلی وقت داشتم. روز عوض کردن ملافه ها بود. رفتم به اتاق آرمن. سعی کردم ریخت و پاش اتاق را نبینم. کفش و جوراب و کتاب و مجله و صفحه های گرام و لیوان های خالی شیر که محال بود برگرداند به آشپزخانه. پیژامای مچاله شده و چند تا کتاب و کتابچه از روی تخت برداشتم و ملافه را از روی تشک کشیدم. تشک تکان خورد و کاغذی افتاد زمین. فکر کردم باز ورقه امتحان ماهانه است که چون نمره کم آورده قایم کرده. مثل اسباب بازی دوقلوها که همیشه جاهای به نظر خودش عجیب پنهان می کرد. از این ورقه ها هم کم پیدا نمی کردم. پشت درپوش کولر، بالای قفسه داروی توی حمام، زیر فرش اتاقها. باز کردم و اولین خط را که خواندم فهمیدم نامه است. به خودم گفتم نباید بخوانم. به خودم گفتم خواندن نامه‌های دیگران، حتی نامه بچه‌ام، کار زشتی است و نباید بخوانم. خواندم. از خط خوردگی ها و تکرارها و حذف و اضافه ها معلوم بود چرک نویس نامه اصلی است. امیلی عزیزم که از همه زیباتری، تا آخرین روز زندگی فراموشت نخواهم کرد. با دستور تو حاضرم تا آن سر دنیا با تو بیایم و از دست مادر بزرگ با استبداد و پدر بدون رحم نجاتت بدهم. من هم از دست خواهرهای احمق و مادرم که فقط بلد است ایراد بگیرد و غذا بپزد و گل بکارد و گر بزند و پدرم که فقط دوست دارد شطرنج بازی کند و روزنامه بخواند نجات می‌یابم. مرگ بر همه پدرها و مادرها و مادر بزرگها.
نامه به دست نشستم روی تخت. از پنجره به درخت کنار نگاه کردم. حس کردم در جایی که هیچ انتظار نداشتم ناگهان آینه‌ای جلویم گذاشتند و من توی این آینه دارم به خودم نگاه می‌کنم و خود توی آینه هیچ شبیه خودی که فکر می‌کردم نیست. نامه را تا کردم، گذاشتم زیر تشک. ملافه و روبالشی را عوض کردم. تخت را مرتب کردم و از اتاق بیرون آمدم. از پشت اشک به زحمت ساعت را دیدم که از 9 گذشته بود. چقدر دلم میخواست بیرون نروم. چقدر دلم میخواست نه تنها خانم نوراللهی که هیچ کس را نبینم. چقدر دلم میخواست هنوز بچه بودم و دست میانداختم گردن پدرم و دل سیر گریه میکردم. اتوبوس غیر از من مسافری نداشت. راننده زیر لب آهنگی عربی زمزمه میکرد و از یا حبیبی و یا عزیزی ها که از ته دل میخواند حدس زدم باید عاشقانه باشد. از جلوی سینما تاج گذشتیم. انگار همین دیروز بود. هر جمعه دوقلوها را که هنوز خیلی کوچیک بودن میگذاشتم پیش مادر و آرمن را میآوردم سینما تاج. توی خانه ساندویچ کالباس با جعفری و پیاز خرد کرده درست میکردم که خیلی دوست داشت. عاشق کانادا درای نارنجی هم بود که حتما باید خودش میرفت از بوفه سینما میخرید. با هم فیلم تماشا میکردیم، ساندویچ میخوردیم و میخندیدیم. وقت برگشتن دستش توی دستم فیلم را از اول تا آخر 2 باره و 3 باره تعریف میکرد. اتوبوس روبروی مغازه ستاره آبی ایستاد. فکر کردم چند وقت است دستش را نگرفتم. چند وقت است با هم سینما نرفته ایم. قبل از پیاده شدم به راننده گفتم چه آهنگ قشنگی بود. خندید. جوان بود و 3 دندان طلا داشت. پشت شیشه ستاره آبی ایستادم و فکر کردم خانم نوراللهی چه کار دارد؟ پسرم واقعا از من متنفر است؟ چرا آرتوش در آشتی کردم پا پیش نگذاشته؟ روی شیشه مغازه مقوای 4 گوشی چسبانده بودند. از دستگاه رختشویی ایزی ساخت آمریکا در داخل مغازه دیدن کنید. آرتوش چند بار گفته بود چرا ماشین رختشویی نمیخری؟ مادر گفته بود لباس رو باید با دست شست. آلیس گفته بود خیلی گرونه. آرتوش گفته بود حتما بخر. وارد میلک بار شدم و از پله های مارپیچ بالا رفتم. چند تایی از میزهای بغل دیوار شیشه‌ای پر بود. دختر و پسرهای جوان، زن و مردهای نچندان جوان. معذب بودم. آلیس حرف میلک بار که میشد چشم و ابرو می آمد. می گفت صبحها جای راندووهای آنچنانی است. به پیشخدمت گفتم منتظر خانومی از دوستانم هستم و روی خانوم تاکید کردم. سر یکی از میزهای 2 نفره نشستم و چشم دوختم به پله ها. منتظر که خانم نوراللهی زودتر بیاید حرفش را بزند و برود. به نامه آرمن فکر کردم. به آرتوش و جاشکری دمر شده. چرا هیچ کس حرفم را نمیفهمید؟ هیچ وقت این همه اتفاق پشت سر هم نیفتاده بود. فکر کردم قبل از آمدن امیلی و مادر بزرگش به G4 چه زندگی آرامی داشتم. ور ایرادگیر مچ گرفت. فقط امیلی و مادر بزرگش آرامش زندگی رو به هم زدن. دیدن شینیون بلند و روبان خالخال که از پله ها بالا می آمد بهانه شد از زیر جواب در بروم. خانم نوراللهی تا نشست پرسید حالتون خوب نیست؟ هول شدم. یعنی اینقدر مشخص بود که حالم خوب نیست؟